غذا ناده شما برادر. داره آماده میشه. ای تو بعید میدین از ثوابی برسه به روحش. خیلی پذیرایی ضعیفه. خدا رو شکر که مرد این روز ندید. آقا و زهر ما تا زنده بود دنگ نمیداد، الانم که مرد شما غذا نمیدی. ما فاتح مفتی نمیفرستیم. چند دقیقه صبر کنید آماده میشه. خفه شد تو سر قبر هم گفتی رانی میدیم. چی دادی؟ آقا وسعمون نرسید. چطور پول کبر دادی؟ پس انداز بود. اینا بهونه است. من مطمئنم و این مراسم الان خشتک آویزونش کردن تو جهنم. نگین اینجوری. ما واقعیت تو میگیم. مرحوم هم چشم گنده بود، هم بیشرف بود، هم لاشی. بابامه. بابا تو آدم لاشی بود. باش کنار بیا. قیزه آماده است. بفرمایید آماده شد. آماده شد؟ بله. واقعا بابای نازلیلی داشتی؟ جان اصلا انگار خدا اینو متفاوت خلق کرده بود. او یک فرشته بود. الان گفتی بیشرفه. خجالت بکش، کسی پشت بپ مردش ای تو گب میزنه. ماست و نیشابه است. وسعمون نرسید. بابا خفه شد دیگه. من دشوی کردم تو وسعت. من خالی نمیتونم بخورم. وقتی بپت شرف نداشته باشه پسرش هم میشه این. برای چیکو حالا زغال ریختن توی بپت. من دارم بابا تو بشکه غیر داغ میبینم.